سالهای سال بود که دو برادر در مزرعه‌ای که از پدرشان به ارث رسیده بود با هم زندگی می کردند. یک روز به خاطر یک سوء تفاهم کوچک با هم بحث و گفتگو کردند و پس از چند هفته سکوت اختلاف آنها زیاد شد. کار به جایی رسید که از هم جدا شدند. از دست بر قضا یک روز صبح در خانه برادر بزرگتر به صدا درآمد. وقتی در را باز کرد مرد نجاری را دید. نجار گفت: من چند روزی است که دنبال کار می گردم. فکر کردم شاید شما کمی خرده کاری در مزرعه داشته باشید. برادر بزرگتر جواب داد: بله، اتفاقا من یک مقدار کار دارم. به آن رود در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسط مزرعه را کندند و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتما این کار را به خاطر کینه‌ای که از من به دل دارد انجام داده است. سپس به انبار مزرعه اشاره کرد و گفت: در انبار مقداری الوار دارم. از تو می‌خواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصار بکشی تا دیگر او را نبینم. نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه‌گیری و اره کردن الوار. برادر بزرگتر به نجار گفت: من برای خرید به شهر می روم. آیا وسیله‌ای نیاز داری تا برایت بخرم؟ نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود گفت: نه، چیزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتی کشاورز به مزرعه برگشت چشمانش از تعجب گرد شد. حصاری در کار نبود. نجار به جای حصار یک پل روی نهر ساخته بود. کشاورز با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت: مگر من به تو نگفته بودم برایم حصار بسازی؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن را داده. از روی پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست. وقتی برادر بزرگتر برگشت نجار را دید که جعبه ابزارش را گرفته و در حال رفتن است. کشاورز نزد او رفت و بعد از تشکر از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد. نجار گفت: دوست دارم بمانم، ولی پل‌های زیادی هست که باید آنها را بسازم. اگه از داستان من خوشتون اومده باشه خوشحال میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایتم کنید.